به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حق سالم و سلامت باشید. فراخانی هستم با یکی دیگر از آموزش های مدل های اقتصادی تحت عنوان مدل های عامل محور. قصد دارم مدل های عامل محور رو با استفاده از نرم افزار نتلوگو برای شما آموزش بدم. نرم افزار نتلوگو یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی مدل های عامل محور هستش، در کنار نرم افزارهای دیگه مثل مطلب و در واقع انیلاجیک. اما به علت محدودیت هایی که دو نرم افزار مطلب و انیلاجیک دارن، ما قصد داریم که در واقع عمده بحثمون رو روی نرم افزار نتلوگو قرار بدیم. نرم افزار مطلب به علت اینکه پویایی های مدل عامل محورمون رو به صورت فیلم نمایش نمیده و در قالب عکس هر مرحله رو نمایش میده، اون در واقع جذابیت لازم رو نخواهد داشت. و اما در مورد نرم افزار انیلاجیک هم به خاطر اینکه تعداد عامل ها محدود هستند و در واقع تعداد عامل هایی که میشه شبیه سازی کرد داخل نرم افزار انیلاجیک محدود هستش، ما به سراغ نرم افزار نتلوگو اومدیم. اما قبل از اینکه وارد آموزش مدل های عامل محور بشیم، لازم هستش که مختصری در مورد مدل های عامل محور بحث بشه تا در کم و کیف موضوع قرار بگیرید و جایگاه این مدل ها رو در علم اقتصاد بدونید تا بحث قابل ادامه باشه. اما مدل های عامل محور چگونه و چرا وارد مدل در واقع اقتصاد شدن؟ مدل های عامل محور یکی از پیشرفته ترین مدل های حال حاضر در علم اقتصاد هستش که در واقع از رشته کامپیوتر وارد علم اقتصاد شده. در واقع ما در علم اقتصاد نکته‌ای که وجود داره، مثلا در علم اقتصاد خرد فردی رو به عنوان نماینده کل جامعه در نظر میگیریم و به ویژگی ها و در واقع بررسی رفتار این فرد ایدئالمون میپردازیم که بدون فارغ از این که به موضوعات در واقع ناهمگنی بین افراد پرداخته بشه. در علم اقتصاد کلان نیز ما به مبحث اگریگیشن اعتقاد داریم و در واقع دنبال این هستیم که همه افراد رو در قالب یک ساختار فکری بچینیم و در واقع یک ساختار فکری رو غالب کنیم بر همه افراد. نکته‌ای که وجود داره، این در واقع فروز باعث میشه که ما از دنیای اقتصاد، دنیای واقعی اقتصادی به دور بشیم و در واقع هر فرضی که بر مدلمون قرار میدیم باعث میشه که ما از واقعیت به دور بشیم. اما در واقع تا حدودی مدل های عامل محور این ضعف علم اقتصاد رو برطرف کردن، یعنی در واقع این ناهمگنی افراد رو ما میتونیم با استفاده از مدل های عامل محور وارد کنیم. در واقع ما دنبال این نیستیم که یک ساختار اقتصادی رو بچینیم و افکار و اعمال افراد رو در اون زندانی کنیم. دنبال این هستیم که اقتصاد رو بر اساس خود رفتار افراد بسازیم. این نکته بسیار اهمیت داره که علم اقتصاد در واقع از رفتار خود مردم شکل میگیره، نه اینکه ما در واقع قوانینی رو وضع کنیم و بگیم که مردم بر اساس اون قوانین رفتار کنن. بحث دیگه ای که هست، بحث این هستش که
ما در واقع ممکنه که نتونیم آنچه را که میخواهیم انجام بدیم رو در دنیای واقعی انجام بدیم. یعنی سیاست گذاری هایی که انجام میخوایم بدیم ممکنه هزینه بر باشه و برای همین به سراغ شبیه سازی میریم. مدل های عامل محور این امکان رو برای ما فراهم میکنه که انواع در واقع سیاست های مختلفی را که ما میخوایم اعمال کنیم رو روی در واقع مدلمون مورد بررسی قرار بدیم و تحلیل حساسیت کنیم و لازم نباشه که در واقع این هزینه رو متقبل بشیم و سیاست رو انجام بدیم و به صورت شهودی در دنیای واقع اون رو ببینیم. در زمینه اقتصاد ما در واقع 3 طریقه انجام پژوهش رو خواهیم داشت. یکی در واقع فیلد استادی هستش که در واقع ما با استفاده از حالا پرسشنامه یا با استفاده از مشاهده‌ای که در دنیای واقعی انجام میدیم به تحلیل و در واقع پژوهش میپردازیم. مبحث بعدی در واقع اکسپریمنتال لب هستش که ما میایم یک ساختار اقتصادی رو در یک فضای آزمایشگاهی شبیه سازی میکنیم و در واقع سایر عامل ها رو در اون ثابت در نظر میگیریم و وارد در واقع بررسی عواملی که مد نظرمون هست رو در محیط آزمایشگاهی میپردازیم. و در واقع روش سوم که روش عامل محور یا شبیه سازی هستش که در کنار این دو روش دیگه قرار میگیره که در واقع یک ساختار رو ما میتونیم با استفاده از بررسی محیط و کالیبره کردن پارامترهامون در واقع به دست بیاریم و دائما روی اون عوامل رو تغییر بدیم و در واقع نتایج رو شبیه سازی کنیم. پس این امکان رو مدل های عامل محور به ما میدن که ما افراد رو ناهمگن در نظر بگیریم و در واقع به شبیه سازی محیط های اقتصادی در واقع در دنیای واقعی نزدیکتر بشیم. خب من ورژن 6 نرم افزار نتلوگو رو در واقع آموزش خواهم داد. نکته که وجود داره این نرم افزار در واقع اوپن سورس هستش و شما در کنار هر مقاله یا پژوهشی که میکنید لازم هست که فایل این در واقع مدل سازی خودتون رو هم قرار بدید که دیگران هم به اون دسترسی داشته باشن. اما نرم افزار نتلوگو شامل 3 بخش هستش. در واقع اینترفیس که محیط در واقع نمایشگر ما و دکمه های انجام شبیه سازی هستش که در ادامه نحوه ساخت دکمه ها و اسلایدرها رو هم برای شما بیان خواهم کرد. خب پس اینترفیس در واقع محیط نمایشگر در واقع شبیه سازی ما هستش. در واقع اینفو که راهنمای محیط نرم افزار ما هستش و کد که در این قسمت ما در واقع کدهای لازم رو می نویسیم و محیط شبیه سازیمون رو با استفاده از کد تعریف می کنیم. اما ما لازم هستش که در کنار این که کدها رو می نویسیم بعضی از متغیرها رو لازم هستش که ما تحلیل حساسیت انجام بدیم و مقدار اون رو دائما تغییر بدیم و تاثیر اون رو روی شبیه سازی ببینیم. خب
لازم هستش که ما اینها رو با استفاده از اسلایدرها تغییر بدیم. همچنین لازم هستش که ما تنظیمات اولیه مربوط به محیط شبیه سازیمون رو با استفاده از دکمه ستاپ بیان کنیم و با استفاده از دکمه گو هم انجام شبیه سازی رو در واقع در پیش بگیریم، حالا چه یک بار چه حالا به تعدادی که لازم هستش. خب نحوه خب ما لازم هستش که ابتدا کدها رو بنویسیم و بعد از اون در قسمت اینترفیس دکمه های لازم مربوط به دکمه هایی که لازم هستش که در قسمت کد به دکمه هامون لینک بشه بیایم و در این قسمت ما در واقع دکمه هامون رو بسازیم. حالا نحوه در واقع اجرای یک برنامه و طریقه ساخت دکمه ها رو در جلسه اول آموزش میدم و در جلسات بعدی در واقع به انجام مدل های اقتصادی خواهم پرداخت. خب این جلسه رو برای آشنایی صرفا به مدل های غیر اقتصادی خواهم پرداخت و پس از اون در واقع در جلسه دوم به بعد ما به سراغ مدل های اقتصادی خواهیم رفت. خب اما لازم هستش که بیان کنم که در قسمت فایل ما بخشی رو تحت عنوان در واقع مدل لایبرری داریم که مدل هایی که قبلا در واقع توسط دیگر افراد نوشته شده در واقع کتابخانه این نرم افزار قرار داده شده که افراد اگر لازم داشتن در واقع در زمینه‌های مختلف به پژوهش بپردازن بتونن از این در واقع مدل ها استفاده کنن. خب ما مثلا در واقع سوشال ساینس رو انتخاب میکنیم، حالا رشته‌های مختلفی از ریاضی، فیزیک، در واقع حالت شبکه‌ای، در واقع شیمی و زیست، هنر و حالت در واقع گیم منظور بازی است نه گیم تئوری. حالا قسمت های مختلفی وجود داره. مثلا من در واقع بحث خب یک نمونه مدل مثلا برای شما باز میکنم، اگر روش دوبار کلیک کنید برای شما باز خواهد شد. بحث پارتی. خب ببینید اینها اسلایدر هستند. در واقع ببینید در این قسمت کد برای ما نوشته شده، ما میتونیم کدها رو حالا تغییر بدیم بر اساس اون نیاز خودمون. در قسمت اینفو این قسمت مثلا اسلایدر هستش که ما میتونیم در واقع مقادیر متغیرهامون رو تغییر بدیم و در واقع به تحلیل حساسیت موضوع بپردازیم. دکمه های ستاپ و در واقع گو هم در این قسمت برای ما گزارش شدن. خب وقتی ستاپ رو بزنید در واقع مدل شما تنظیم میشه و مقداردهی اولیه صورت میگیره. خب مثلا در این مدل بحث بر سر این هستش که ما میخوایم افرادی رو در واقع وارد یک مهمانی کنیم. خب این افراد میتونن در گروه های مختلف در کنار همدیگه گروه بندی بشن. مثلا ما حالا بگیریم میز بگیریم، یک تعداد میز و صندلی داریم که در کنار همدیگه افراد مرد و زن میتونن قرار بگیرن. خب مثلا این پایینی ها مرد ها هستن و این بالایی ها زن ها هستن. این افراد در واقع نسبت به جنس مخالف یک حساسیتی رو دارند که مثلا هر کدوم از این افراد تصورش اینه که مثلا اگر 70% مثلا میگم افراد متفاوت هستند، خب توی ذهن یکی از این افراد مثلا هستش که اگر 70% دور این صندلی در واقع دور این میز در واقع خانم باشه، چون من خانومم کنار این خانم ها راحت میشینم، اما اگر بیشتر از
در واقع 25% مرد بود، من ترجیح میدم که به سراغ میزهای دیگه برم. خب اینقدر جابجایی در این شبیه سازی اتفاق میفته تا حالت مطلوب همه رخ بده. خب مثلا ما این کار رو انجام میدیم. حالا مثلا نامبر تعداد افراد هستش که مثلا 152 نفر هستن، تعداد گروه ها 10 تاست، مثلا ما میتونیم تعداد گروه ها رو بیشتر هم بکنیم، مثلا حالا مثلا بکنیمش 14 تا. خب یه بار دیگه ستاپ رو بزنیم، تعداد گروه ها افزایش پیدا خواهند کرد. در قسمت در واقع ترشولد هم تولرانس هم در واقع مبحث میزان در واقع اینکه ذهن افراد مثلا گفته تا 25% جنس مخالف باشه، من دور اون میز خواهم نشست. خب ما حالا دکمه شبیه سازی یه گوانس هست که میتونیم بسازیم، یه دونه گو هستش. اگر گوانس رو فشار بدیم یک مرحله از شبیه سازی انجام میشه. اما اگر دکمه گو رو فشار بدیم در واقع ببینید به صورت داینامیک نحوه جابجایی افراد و در واقع شبیه سازی انجام میشه تا مورد در واقع حالت ایدئال برای ما نمایش داده بشه. سرعت برنامه رو هم از این قسمت میتونیم کم و زیاد کنیم. مثلا اگر این سرعت برنامه رو کم کنیم، نحوه در واقع انجام شبیه سازی برای ما به صورت آهسته تر انجام میشه و قابل رؤیت تر خواهد بود و میتونید در واقع سرعت برنامه رو هم حتی زیاد کنید. خب مثلا اگر سرعت برنامه رو خیلی زیاد کنید سریعا به جواب خواهید رسید. خب حالا در زمینه‌های مختلف هم وجود داره مدل های دیگه که شما میتونید در واقع بدید از قسمت فایل و از قسمت در واقع لایبرری، مدل لایبرری انتخاب کنید. مثلا در زمینه ترافیک، خب در زمینه ترافیک حالا اگر من این مدل رو انتخاب کنم، ترافیک بیس رو، یا در واقع یک مدل دیگه که زیبایی لازم رو هم داشته باشه من انتخاب کنم، ترافیک در زمینه مثلا ترافیک دو بانده. من اگر این رو انتخاب کنم بحث ترافیک و شبیه سازی رو هم برای شما خواهد داد که در واقع به چه صورت هستش. من دکمه ستاپ رو میزنم، در واقع محیط جاده و افراد در واقع ماشین ها برای ما مشخص میشه. خب این ماشین ها با سرعت های مختلفی حرکت میکنن و در واقع بحث ترافیک رو برای ما شبیه سازی میکنه. اگر ببینید در واقع بحث ترافیک شهری رو هم میتونیم در واقع ما با استفاده از مدل های عامل محور نمایش بدیم. حالا بحث آلودگی، بحث توزیع جمعیت و بحث های در واقع رفتاری رو هم ما میتونیم با استفاده از این عامل ها در واقع این مدل های عامل محور نمایش بدیم. در زمینه های مختلف در واقع اقتصادی قابل مدل سازی هستش. مثلا در بحث تجارت بین الملل در مورد صادرات و واردات ما میتونیم با استفاده از مدل های عامل محور این کار رو انجام میدیم. در زمینه بورسی ما در واقع میتونیم حالت اجماع رفتاری افراد برای خرید سهام رو میتونیم شبیه سازی بکنیم. در زمینه پولی ما میتونیم در واقع نوعی گردش پول رو نمایش بدیم. در زمینه در واقع شهری منطقه ما میتونیم توزیع جمعیت، در واقع بحث آلودگی، ترافیک و بسیاری از موارد رو انجام بدیم. در زمینه مثلا در زمینه
توسعه و در واقع فقر رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و حالا در بخش‌های مختلف ما میتونیم مدل‌های مختلفی رو مورد ارزیابی قرار بدیم. خب به در واقع دو تا مدل در واقع یا سه تا مدل پایه خیلی جالب در مورد مدل‌های عامل محور هستش که اینها در واقع مفاهیم اولیه در واقع مدل‌های عامل محور هستن که یکی در مورد توزیع جمعیت در مورد سیاه‌پوست‌ها و سفیدپوست‌ها در ایالات متحده بوده. دیگری در واقع در مورد مدلی که وجود داره در مورد در واقع مدل شکرخوار هستش و سومین مدل هم در مورد جنبه هایی از در واقع طبیعت هستش که یک سری توی یک منطقه در واقع هستش که مرتع داره، گوسفندها تعداد گوسفند در این مناطق در واقع چرا میکنند، در واقع تولید مثل میکنند و تعدادی در واقع گرگ هستش در این منطقه. گرگ ها در واقع گوسفندها مراتع را چرا میکنند و در اثر اینکه بهشون در واقع علفی نرسه یا گرگ بخوره بهشون رو میمیرند. و از اون طرف هم گرگ ها اگر در واقع تعداد گوسفندها کم بشه و گوسفند بهشون نرسه اونها هم در واقع میمیرند. حالا یک در واقع تعدافی بین تعداد این گرگ ها و گوسفند ها اتفاق میفته و شبیه سازی ها رو انجام میدن. در زمینه در واقع شبیه سازی توزیع در واقع جمعیت سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هم به این صورت هستش که افراد سیاه‌پوست و افراد سفیدپوست نسبت به همدیگه یک در واقع حساسیتی نسبت به زندگی در کنار همدیگه دارن. افرادی که 3/4 همسایه خودشون در واقع تعداد افرادی که سفیدپوست هستند، مثلا اگر کسایی که سفیدپوست هستند دور و اطراف خودشون همسایه هاشون بیشترشون سیاه‌پوست باشن، ترجیح میدن که مهاجرت کنن به جایی که حداقل 3/4 سفیدپوست باشن. همینطور برای سیاه‌پوستا هم همین اتفاق میفته. این مدل سیاه‌پوست و سفیدپوست رو من در واقع خودم این رو شبیه سازیش رو انجام دادم و برای شما نمایش خواهم داد. نحوه کدنویسیش رو هم برای شما بیان خواهم کرد و در واقع نحوه اجرای و ساخت این مدل رو هم برای شما شرح خواهم داد. خب ابتدا کلیت بحث رو در واقع با استفاده از در واقع مانیتور به شما نمایش خواهم داد. پس از اون در مورد نحوه کدنویسیش برای شما شرح خواهم داد. خب مدل های عامل محور یک مزیت یا در واقع نمیشه گفت هم مزیت هم عیب که وجود داره اینه که آقا ما شاید مثلا یک هفته، یک ماه یا یک سال مثلا مدل رو طراحی کرده باشیم ولی نه در واقع اجرای اون بیشتر از چند ثانیه طول نکشه و کلیت موضوع رو ما بتونیم در واقع در قالب یک نمایش ساده به در واقع مخاطب اون ارائهش کنیم. برای مثال خب ببینید توزیع جمعیت به صورت تصادفی اتفاق افتاده، سفیدپوست‌ها و سیاه‌پوست‌ها در مناطق مختلف قرار گرفتن. حالا با این حساسیت که افراد اگر اطرافشون بیشتر از 50% مخالف رنگ خودشون باشه مهاجرت میکنن و به جایی میان که در واقع حداقل 3/4 افراد اطرافشون در واقع چی باشند؟ همرنگ خودشون باشن. این اتفاق رو اگر ببینید سریعا اتفاق میفته و شبیه سازی اتفاق میفته و توزیع جمعیت به این شکل خواهد افتاد.
نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب قرار نیست که شبیه سازی نتایج یکسان رو به ما بده. خب ممکنه در واقع ببینید توزیع جمعیت یه بار دیگه یه اتفاق دیگه افتاد، یک بار دیگه مثلا من به این صورت تصادفی اتفاق توزیع دادم، توزیع رو اتفاق افتاده و اگر شبیه سازی رو انجام بدم متفاوت از شکل قبلی خواهد شد. اما در واقع ساختار اون چیزی که غالب هست رو به این شکل برای ما نمایش خواهد داد که در واقع 3/4 افراد دور و اطراف خودشون در واقع همرنگ خودشون خواهند بود. خب این هم از این موضوع. اما بریم در مورد نحوه کدنویسی. در واقع چون اینجا ریز هستش من اینها رو وارد ورد میکنم که در واقع اونجا توضیح بدم. کپی میکنم اینها رو که نوشتم و داخل ورد میبرم. خب بحث رو در واقع من اینها رو کپی کردم داخل ورد که حالا هم فونتش بزرگتر باشه هم قابل خواناتر باشه و در اینجا برای شما من نحوه کدنویسی ها رو برای شما توضیح خواهم داد. حالا نکته که وجود داره این هستش که آموزش نرم افزار نتلوگو حالا و در نحوه کدنویسیش نیاز هست که شما مدل های مختلف رو دائما مطالعه کنید، خودتون بیایید در واقع یه شبیه سازی هایی رو خودتون انجام بدید تا به مرور زمان بر اون تسلط پیدا کنید. در واقع آموزش گام به گامی برای اینکه شما کلیه دستورها رو به صورت همزمان یاد بگیرید وجود نداره و لازم هستش که شما در قالب مدل های مختلف رو مطالعه کنید، خودتون بیاین شبیه سازی های رو انجام بدید، یه چند بار با ایرورهای نرم افزار دائما مواجه بشید و سپس در واقع به مرور زمان یاد بگیرید. من فرایند یادگیری نرم افزار نتلوگو برای من تقریبا 5 ماه طول کشید، با اینکه به زبانهای برنامه‌نویسی هم مسلط بودم ولی لازم بود که دائما در واقع در قالب مدل های مختلف رو ابتدا مطالعه کنم، مبانی نظریشون رو مورد بررسی قرار بدم و سپس دائما خودم شروع به کدنویسی کنم، ایرورهای مختلف نرم افزار رو ببینم و دائما با اونها یاد بگیرم. نکته‌ای که وجود داره تو زمینه برنامه‌نویسی شاید ابتدای امر تسریع کنه آموزش های در واقع افراد بیان و به شما آموزش بدن که به چگونه کد نویسی کنید، ولی مسئله اصلی در واقع یادگیری این هستش که شما بعد از اینکه آموزش های ابتدایی رو یاد گرفتید خودتون دائما در واقع کد نویسی کنید و بهترین آموزش ها از طریق ایرورها و در واقع خطاهایی هستش که شما در حین برنامه‌نویسی مواجه میشین، دائما اصلاح میکنید و ماندگار میشه توی ذهنتون. پس به این ویدیوها اکتفا نکنید، دائما در واقع مدل‌های مختلف رو مطالعه کنید و دائما خودتون سعی کنید که شروع کنید یک مدلی رو از ابتدا نوشتن، یعنی با ذهنیت خودتون بیاید و مدل رو بنویسید. خب ساختار برنامه نویسی توی مدل نتلوگو یک ساختار در واقع قالب اصلی داره که گاهن بعضی از مدل ها بخشی از قسمت ها رو ندارن و بعضی ها در واقع کلیت قسمت ها رو دارن. خب در ابتدای امر ما میتونیم در واقع متغیرهای مشترک بین همه عامل ها رو تعریف کنیم. مثلا در ساختار اقتصادی نرخ بهره خب یک متغیری هستش که بین همه عامل ها یکسان هستش. خب مثلا یک متغیر برونزا هستش. ما این رو میتونیم در واقع در قسمت در واقع گلوبال اون رو تعریف کنیم. مثلا میگم مثلا به این مدل من بخش گلوبال وجود نداره. خب چون مثلا گلوبال
میتونید شما در واقع این جیش هم باید کوچیک باشه، در واقع گلوبال رو بنویسید و در داخل در واقع براکت متغیرهاتون رو تعریف کنید. پس این بخش گلوبال پیشتر در واقع دستوری هستش که تعریف شده، خود نرم افزار اون رو در واقع میشناسه که گلوبال در واقع متغیرهایی هستن که بین همه عامل ها مشترک هستن. مثلا اینترست رو میتونید اینجا بنویسید که مثلا ریت، خب مثلا ریت رو با نرخ بهره مثلا بین همه افراد یکسان در نظر بگیرید. اگر متغیر دیگه که مثلا داشتید هم میتونید اینجا اضافه کنید، مثلا همه مثلا چی بگم براتون، حالا مثلا نرخ ارز، خب مثلا چیزهایی که هست یکسان هست بین افراد رو میتونید در واقع با استفاده از سایر متغیرها اینجا وارد کنید. مثلا بگیم که سن افراد یکسان هستش. خب این تحقیقی که ما انجام دادیم همه افراد دارای سن یکسانی هستن. خب یا از این قبیل در واقع متغیرها. پس با اسپیس شما متغیرها رو هم میتونید جدا کنید. من حالا پس یه بخشی داریم گلوبال که متغیرهای مشترک رو تعریف میکنیم. پس از اون به سراغ این میریم که ما چند تا عامل داریم. خب مدل ها، ببینید درسته که ما داخل در واقع نرم افزارمون خب اشکالی که وجود داره همه در واقع توی فهم مدل های عامل محور این که اغلب افراد فکر میکنن که مدل های عامل محور این شکلیه که شما هر ایجنت در واقع هر کدوم از این افراد یک ایجنت هستند که به این صورت نیست. خب در واقع ما اینجا کل ایجنت هامون دو تا ایجنت بیشتر نیستند، افراد سفید پوست، افراد سیاه پوست. خب لازم نیست که هر کدوم از این افراد را ما یک ایجنت در نظر بگیریم. گروه بندی ها رو در واقع سلسله مراتب بین افراد رو روابط سلسله مراتبی بین افراد رو ما میتونیم به عنوان ایجنت در نظر بگیریم. مثلا در قالب در واقع در محیط اقتصادی ما مثلا میتونیم دولت، بانک و مردم رو سه تا ایجنت در نظر بگیریم. حالا قرار نیست که ایجنت ها تعدادشون یکسان باشه یا اینکه تعدادشون در واقع زیاد هم باشه. مثلا بیایم بگیم که ما چرا مثلا دولت، بانک مرکزی رو یک ایجنت بگیریم، مردم رو یک ایجنت، مردم که تعدادشون بیشتره. نه، به این سبک نیست. سلسله مراتب بین افراد رو، روابط بین افراد رو ما میتونیم ایجنت ها رو تفکیک کنیم. مثلا توی یک منطقه روستایی ما میتونیم ارباب و در واقع رعیت رو دو تا ایجنت متفاوت در نظر بگیریم. لازم نیست که هر کدوم از رعیت ها رو ما در واقع یک عامل در نظر بگیریم. پس سلسله مراتب بین رفتار در واقع مراتب بین افراد تفکیک کننده ایجنت هامون هستن. خب که من با استفاده از پیش دستور در واقع برید میام و در واقع عامل هام رو تعریف میکنم. خب ببینید من هر عاملی که داشته باشم با استفاده از برید میام تعریف میکنم. خب می نویسم برید داخل پرانتز. خب این قسمت ها رو ما اسم دلخواه میتونیم بدیم. سبک نوشتن توی در واقع نرم افزار نت لوگو به این صورت هستش که ما عامل های در واقع عاملی رو که تعریف کردیم ابتدا جمعش رو قرار میدیم، بعد از اون یک حالت در واقع مفردش رو قرار میدیم. در قالب مثلا سفید و سفید. حالا مثلا اسم دلخواه دیگه خواستید شما مثلا وایت و وایت مثلا میتونه قرار بدید. پس در واقع میتونیم مثلا بگیم وایت. خب حالا اینجا من سفید گرفتم، ایجنت دومم رو در واقع سیاه در نظر گرفتم.
خب این اس جمعه باید باشه همیشه برای اولی و دومی به صورت ساده باشه. بعد از این که در واقع ما در واقع گلوبالز رو تعریف کرد، گلوبالز حالا من اینجا چون مدل هم گلوبالز نداره، پس ساختار اولیه اینه که گلوبالز داشته باشه، بعدش برید. بعد از این ما میایم در واقع برای هر کدوم از این عامل ها ویژگی های اختصاصی رو قرار میدیم. مثلا اگر من میخوام یه سری ویژگی ها به این افراد بدم، به این صورت خواهم گفت مثلا سیاز، اول مثلا به صورت جمعش رو قرار میدم. خب سیاز در واقع خط تیره آن، در واقع ویژگی های این در واقع این افراد رو به این صورت بیان میکنم. خب که حالا میخوام مثلا به این افراد مثلا در واقع سطح تحصیلات مختلف بدم، مثلا EDUC، مثلا در واقع IQ و غیره مثلا. خب این ویژگی‌های اقتصادی مربوط به سیاه‌پوست‌ها هستش. اگر مثلا بخوام در مورد سفیدپوست‌ها مثلا هم این کار رو انجام بدم، سفید خط تیر سفید، اینها باید حتما اس داشته باشه که یعنی در واقع به این ویژگی هایی هستش که به همه افراد مثلا سفید پوست و سیاه پوست الحاق میشه و داده میشه. آن و در واقع ویژگی هایی که میخوام به در واقع مثلا سفید ها بدم، مثلا میتونم رنگ بدم، رنگ مثلا لباس بدم. خب یا مثلا میتونم در واقع سن بدم. خب چیزایی که در واقع باعث تمایز بین افراد میشه، یا مثلا صورت‌های دیگه. خب و اینها رو من باید داخل در واقع براکت بنویسیم، هم اینجا و هم در واقع حالت‌های مختلف. خب چون که من حالا ویژگی‌هایی رو نمیخوام به این افراد اختصاص بدم، من اینها رو قرار نمیدم، فقط ساختار رو دارم بهتون میگم که ساختار برنامه‌نویسی به چه ترتیبی هستش توی در واقع نرم افزار. پس اول گلوبال، که اینجا ما گلوبال نداریم پس لازم نبوده بنویسیم. بیرید برای در واقع تفکیک بین ایجنت هامون هست و در واقع آنچه را که ما به عنوان بیرید تعریف کردیم قسمت های جمعش رو قرار میدیم، مثلا سفید و سیاز که مثلا اینجا ما تعریف کردیم، خط تیره آن و در واقع ویژگی هایی که مربوط به اون نژاد خاص یا در واقع عامل خاصی که هست رو بیان میکنیم. بعد از اینکه ما در واقع متغیرهای مشترک، نوع ایجنت ها و ویژگی های اختصاصی هر ایجنت رو تعریف کردیم، نوبت به در واقع ستاپ میرسه. این ستاپ در واقع از این قسمت ستاپ تا مثلا تو ستاپ تا اندی که مربوط به ستاپ هست، هر آنچه این دستور اینجا نوشته شده در واقع زمانی اجرا خواهد شد که شما دکمه ستاپ رو بزنید. یعنی این دکمه ستاپ رو که شما میزنید، دستورهایی که ما بین این تو تا اند هست برای ستاپ اجرا خواهد شد. خب حالا شما میتونید ستاپ رو مثلا اینجا کلمه استارت هم بنویسید، ولی اونجا که دکمه میسازید حتما به این اسم بسازید، ستاپ. خب پس دکمه ستاپ چیکار کنه برای ما؟ میاد میگه که محیط در واقع نمایشگر ما در واقع 20 در 20 باشه، از 0 تا 20 برای محور x، از 0 تا
20 برای محور وای در نظر بگیره. در حالت عادی ببینید در حالت عادی مثلا 0 تا 20 برای محور x اون اولیش 0 تا 20 و 0 تا 20 هم برای محور y هم در نظر گرفته. در حالت بدون تغییر این رنج از منهای 19 تا 19 هستش برای محور x و برای محور y هم از منهای 19 تا 19 هستش. پس اگر شما قصد دارید که در واقع اندازه نمایشگرتون رو تغییر بدید لازم هستش که از این دستور استفاده کنید، یعنی در واقع بیاید از در واقع ریسایز ورد بعد استفاده کنید تا در واقع بیاید و رنج رو تغییر بدید. حالا مثلا اگر 0 تا مثلا 30 کنید بوت ها تغییر میکنه. در حالت معمول گفتم از منفی 19 تا 19 منفی 19 تا 19 هستش، یعنی دیفالتش. حالا شما میتونید رنج در واقع نمایشگرتون رو به تناسب مدلتون تغییر بدید. در واقع KA در واقع کلیر آل هستش که مخفف در واقع اون KA هستش. مثلا کلیر آل رو ما اومدیم و در قالب مخفف یا میتونید به این صورت بنویسید یا در واقع KA که در واقع این هستش که شما هر بار ستاپ رو انجام میدید هر آنچه که تنظیمات قبلی بوده پاک میشه و دوباره ستاپ دوباره تنظیمات جدید انجام میشه. به عنوان مثال ببینید این دستورات یک بار اجرا میشه، شما اگر دوباره ستاپ رو بزنید دوباره میرسه به این دستور که آقا ستاپ قبلی تو پاک کن. ببینید من اگر ستاپ رو بزنم ببینید اول به این صورت هستش، شما هر بار که ستاپ رو میزنید تنظیمات در واقع آپدیت میشه، پاک میشه و دوباره تنظیمات جدید اعمال میشه. خب این هم از دستور کلیر آل. بعد از اون خب لازم هستش که ما رنگ محیطمون رو بیان کنیم. خب ما در واقع از دو تا دستور پیشفرض استفاده میکنیم. یکی در واقع پچ هستش. پچ مربوط به خانه های هر کدوم از این محیط هاست. خب من اگر مثلا کلا اگر مثلا این رو ببندم، خب اگر بازش کنم یه در واقع نرم افزار جدید رو، اگر نرم افزار رو باز کنم هر کدوم از حالا به نوعی میشه اینطور تفسیر کرد که هر کدوم از پیکسل های محیط رو ما به عنوان پچ میشناسیم. ببینید هر کدوم از دونه های داخل این محیط رو ما به عنوان پچ شناسایی میکنیم یا در واقع تعریف میکنیم. پس پچ محیطی است که در نرم افزار در واقع نت لوگو ثابت هستش و محیط جغرافیایی هستش. پس محیط های جغرافیایی ما که ثابت هستن رو با پچ میشناسیم و عامل هایی که در واقع حرکت میکنن رو به عنوان ترتلز لاک پشت میشناسیم. در واقع اصطلاحاتی هستش که داخل خود نت لوگو هستش. پس ما دو تا در واقع ما دو تا تعریف در مورد تعریف های پیش‌فرض داریم. یکی پچ هستش که محیط های جغرافیایی ثابت در محیط رو بهش میگن. یه عامل دیگه هم که داریم که عامل های متحرک رو به صورت ترتلز میشناسیم. T-U-R-T-L-E-S. ترتل خودش عامل خاصیه، ترتل همین عامل هاست. اگر مثلا بگم ترتل 1 شمارش ترتل هم از در واقع 0 هستش. شمارشگر نرم افزار چیز
نت لوگو از 0 شروع میشه. ترتل 0 اولین عاملی که ساخته شده رو مورد تنظیم قرار میده. مثلا ترتل 1 میشه دومین عاملی که ساخته شده. خب میگه که در واقع از همه عامل ها بخوا اسک، هر موقع ما میخوایم تنظیماتی انجام بدیم دستور پیشفرض اسک رو در واقع می نویسیم. بعدش میگه که از در واقع همه خانه های محیط بخواه که چیکار کنند، دستوری که بین دو تا کروشه انجام میشه رو انجام بدن. خب که با استفاده از دستور ست میایم و در واقع رنگ محیط رو در واقع تنظیم میکنیم. خب ست گفته پی کالر، پی اگر مثلا این دستور مثلا ترتلز بود این پی رو نمیخواست، این پی برای پچه. اما اگر مثلا اسک ترتلز بود ست کالر میشد. پی کالر مربوط به چیه؟ مربوط به پچه. حالا رنگ ها رو ما میتونیم در واقع به صورت در واقع انگلیسی بنویسیم یا عدد اختصاص بدیم. مثلا هر کدوم از این رنگ ها اعداد مختص به خودش رو داره. مثلا رنگ مشکی 0 هستش و هرچه در واقع از رنج بین 0 تا 225 هستش بکنم. هر کدوم از رنگ ها اعداد اختصاصی خودش رو داره. مثلا من اگر اینجا به جای در واقع رنگ خاکستری مثلا عدد 3 رو قرار بدم حالت رنگ خاکستری خواهد شد. حالا مثلا رنگ های مختلف حالا توی راهنمای خود نرم افزار هستش که هر رنگی با چه عددی در واقع تعریف میشه. هرچه در واقع این اعداد بزرگتر بشه یعنی به سمت 125 بره رنگ ها ملایمتر خواهد شد و هرچی به سمت 0 پیش بره رنگ ها به سمت تیرگی پیش خواهد رفت. خب پس ما در ابتدا میخوایم که محیطمون رنگ خاکستری در واقع در بیاد. پس از اون در واقع میایم و عامل هامون رو میسازیم، عامل های متحرکمون رو. خب CRT مخفف create turtle هستش. خب ببینید create فاصله turtles گفتم که عامل هایی هستن که قرار ما بسازیم. خب TURTLES. خب ما برای اینکه مثلا این دستور رو ننویسیم میتونیم به صورت مخفف CRT بنویسیم. این رو ما به صورت CRT اینجا در واقع یعنی بساز حالا عامل های متحرکی رو به چه تعدادی؟ n خط تیره پی و پی. این چی هستش؟ این تعداد ما متغیر هستش، ما این رو براش اسلایدر تعریف میکنیم. اسلایدر چی هستش؟ اسلایدر باعث میشه که ما دستمون در واقع باز باشه برای تغییر تعداد. برای مثال به همون اسمی که ما در واقع اونجا تعریف کردیم ما اسلایدر MPOP رو اینجا در واقع تعریف کردیم که به صورت اسلایدر قابل تغییر باشه. خب ببینید مثلا میتونم تغییر بدم تعداد عامل هایی که ساخته میشن رو. مثلا ببینید اینجا من 900 تا تعریف کردم. خب حالا مثلا میتونه تعداد عامل ها به 400 تا کاهش پیدا کنه یا حالا مثلا تعداد عامل ها کمتر هم بشه. خب با تنظیم این ما به صورت دستی میتونیم در واقع ببینیم تعداد عامل هامون کمتر شد. درست شد؟ پس در واقع با استفاده از اسلایدرها بدون اینکه ما بریم داخل نرم افزار در واقع خود اسلاید در واقع اعداد رو تغییر بدیم، با استفاده از خود اسلایدر میایم در واقع این کار رو انجام میدیم. ببینید تعداد با استفاده از اسلایدر ما تعداد رو در واقع تغییر میدیم. عامل های مختلفی که میخوایم تحلیل حساسیت بکنیم. این هم از این موضوع. بریم سراغ خب بعد از این که در واقع ما اسلایدر هامون رو در افرادمون رو ساختیم، ما میتونیم به ویژگی هایی که داخل در واقع قبل از ستاپ
اختصاص داده بودیم به افراد بیایم و اینجا مقداردهیش رو انجام بدیم. خب حالا یه سری ویژگی ها هست که اصلا کلا نیاز نیست که ما برای افراد در نظر بگیریم. خود نرم افزار این ویژگی ها رو به صورت پیش‌فرض قابل تغییر دونسته. یعنی شما لازم نیست که بیاید برایش بگید که مثلا سفید خط تیره آن و در واقع کالر، چون کالر خود پیش‌فرض نرم افزار اونها رو داره. حالا اون ویژگی هایی که هست چی هستش؟ یکی رنگ هست، یکی سایز هست، یکی در واقع جهت هست، یکی سرعت هست و عوامل مختلفی که وجود داره. خب من اومدم و گفتم که در واقع بیا و رنگ افراد رو به صورت رندوم یکی از بین سیاه یا سفید انتخاب کن. درست شد؟ پس من اومدم گفتم که رنگ فرد رو میتونستم بگم همشون رو در واقع سفید در واقع بیان کن، دیگه لازم نبود که این در واقع واناف رو بیان کنم. واناف یعنی تصادفی یکی انتخاب کن از بین چی؟ از سفید و سیاه. حالا اگر فقط سفید بود فقط وایت رو فقط اینجا می نوشتم، تموم میشد میرفت. پس من میام و به تعداد MPOP در واقع عامل متحرک میسازم که رنگشون به چه صورت هستش؟ رنگشون در واقع به صورت سیاه و یکی به صورت تصادفی بین سیاه و سفید هستش. حالا اگر مثلا من بخوام سایز افراد رو هم در واقع تعریف کنم، میتونم بنویسم set سایز مثلا عدد 2. خب این اندازه این در واقع افراد 2 باشه. مثلا میتونم به اینها در واقع لیبل بدم، set لیبل، در واقع لیبل برای اینها قرار بدم که عنوان برچسبی داشته باشه. مثلا عنوان برچسبش چی باشه؟ مثلا سایزش باشه، اندازش رو نشون بده مثلا، یا هر چیزی که دلمون بخواید. خب و چیزهای دیگه. این صورت میتونید شما تنظیمات رو انجام بدید. خب بعد از اینکه ما عوامل رو در واقع بیان کردیم و عوامل رو ساختیم، ببینید تنظیمات بین دو تا کروش است. خب این یکی، این دوتا بسته شده. اینی که اینجا هستش مال لیسته. این در واقع به خاطر اینکه اینجا میخواسته دوتا از بین دوتا عامل انتخاب کنه، بین دوتا کروشه گذاشته. پس حواستون به تعداد کروشه ها باشه. اما ما میخوایم که از در واقع عامل ها اسک ترتلز برمیگرده به چی؟ به همه عامل هامون. خب ببینید فرق نمیکنه نژاد سفید باشه یا نژاد سیاه، هر عاملی که حرکت کنه به عنوان ترتل شناخته میشه. پس وقتی ما بخوایم از همه عامل ها کار انجام بده، میخوایم به جای اینکه بنویسیم سیاه و سفید مینویسیم مثلا ترتلز، همه عامل ها رو شامل میشه، چه سفید چه سیاه. خب پس میگیم که از همه عامل ها بخواه. خب که چی؟ دستور if else میگه که این کار رو اگر این شرط برقرار بشه این کار انجام بده، در غیر این صورت این کار انجام بده. درست شد؟ پس میگه که از همه عامل ها بخوا اگر رنگشون سفید بود، اگر این شرط برقرار بود، یعنی کالرشون مساوی با سفید بود، چیکار کنند؟ set breed، یعنی نژادشون رو بیا سفید قرار بده. درست شد؟ پس ما اول عامل ها رو ساختیم، بعدش میاد چک میکنه اگر رنگش سفید بود نژادش رو چیکار میکنه؟ سفید قرار میده. و اگر در غیر این صورت که یعنی در واقع سیاه هستش، یعنی در واقع کالر سفید نیست، چیکار میکنه؟ میاد بریدش رو در واقع نژادش رو سیاه قرار میده. و از همه عامل ها
چه حالا سفید و چه سیاه، میخواد که در واقع چی بشه؟ رنگشون، در واقع شکلشون چی باشه؟ به صورت دایره باشه. حالا شکل‌ها رو شما میتونید در واقع اینجا پرسن هم میتونید در واقع بیان کنید. پرسنز اگر شما در واقع پرسن بزنید شکلشون شبیه آدم میشه. پرسن مثلا آدم میشه. خب اینا شکل‌های پیش‌فرض خود نرم افزار هستن. یا مثلا اگر در واقع کار بزنید شبیه ماشین میشن. اگر در واقع گاو بزنید در واقع به صورت گاو در میاد. شکل‌های مختلف. ما همون در واقع سرکل رو در واقع در نظر میگیریم که دایره شکل هستن و قابل در واقع نمایش هستن که ما در واقع دایره شکل گرفتیم. خب در آخر هم این اند برمیگرده به در واقع پایان دکمه مربوط به ستاپ، یعنی میگه تنظیمات ستاپ از اینجا از تو شروع میشه به اند ختم میشه. خب این تنظیمات اولیه بود. اما تنظیمات مربوط به شبیه سازی که دائما بعد از این تنظیمات ما بعد از اینکه دکمه گو رو زدیم چه اتفاقهایی بیفته. خب مشابه در واقع ستاپ در واقع گو هم دکمه گو هم از کلمه تو شروع میشه و به کلمه اند ختم میشه. خب تو گو چه اتفاقی میفته؟ اول میگه که بیا از همه عامل ها بخواه که در واقع چیکار کنن تا زمانی که از دستور وایل که زمانی استفاده میکنید تا زمانی که شرط داخل در واقع براکت برقرار باشه دستورهای بعدی ادامه خواهد داشت. میگه تا زمانی که مجموع تعداد ترتل هایی که توی همسایگی در واقع افرادش هست در واقع صفر بود، یعنی میگه که آقا اگر یه عاملی وجود داشت که هیچ همسایه دور و برش نبود چیکار کنه؟ حرکت کنه به در واقع یه محیط دیگه ای که خب فاصلش با خودش حداکثر هستش. پس در واقع اگر یک عاملی وجود داشت که مثلا در یک گوشه مثلا افتاده بود که دور از همه افراد بود، سریعا از اون محیط بیشترین فاصله رو خواهد گرفت و به محیطی رو خواهد رفت که در واقع اونجا آدم هستش. خب ببینید این دستورها رو بررسی کنیم. پس وایل تا زمانی که دستورهای داخل کوشه هستش قابل انجام هستش. ببینید من میگم که ببینید وقتی اسک ترتل میگید میاد چیکار میکنه؟ میاد و شما وقتی هیر رو وارد میکنید در واقع ایجنت هایی هستن که داخل همون در واقع نزدیکی همون افراد هستن. پس میگه بیا تعداد نیبر هایی که اطراف این ترتل هایی که اطراف در واقع همسایگی منظور چی هستش؟ ببینید هر فردی تقریبا با 8 خونه اطراف خودش در تعامل هستش. خب ببینید مثلا همسایه این فرد 8 خونه اطراف اون میشه که همگی مشکی هستند. خب ببینید من اگر تعداد ایجنت ها رو کم کنم ببینم چه اتفاق میفته. ببینید سرعتش رو اگر کم کنم ببینید وقتی میسازه اول خونه ها رو خاکستری میکنه بر اساس اون چیزی که گفته بودیم، بعدش شروع میکنه به در واقع عامل ساختن. عامل ها رو اول کلا میسازه بدون اینکه سیاه باشن یا سفید، شروع میکنه به هر کدوم از اینها یه رنگ سیاه سفید اختصاص دادن. اول سفید ها رو میسازه بعد سیاه ها رو، بعد از اون ببینید یه سری خونه ها تک میافتند که در واقع چون ایجنت ها زیاد بودن خونه تک نیفتاد. ببینید هیچ خونه نیست، هیچ فردی نیست که الان دورش خالی باشه، هیچ همسایه‌ای نداشته. اگر خونه وجود داشت که در واقع عاملی وجود داشت که خونهش دورش تنها بود سریعا حرکت میکنه به فاصله دورتر از خودش، فاصله دورتر از این خونه
که بره سراغ خونه هایی که در واقع افراد در اونجا وجود داره. پس این برای این بود که در واقع افراد بیان و در واقع حرکت کنن به سمت جاهایی که حداقل یک آدم وجود داره. بعد از اون دوباره از همه ایجنت ها میخوایم که اگر نژادش در واقع سیاه بود بیاد چیکار کنه. خب باز ایف السه، یعنی ایف السه یعنی اگر این بود اینو انجام بده، در غیر این صورت اون یکی شرط انجام بده. اما توی ایف فقط تک شرطه، میگه اگر این شرط برقرار شد این دستور رو انجام بده، دیگه در غیر این صورت نداره. پس ایف الس ها در صورتی که شرط برقرار بشه یه دستور رو انجام میدن، در غیر اون صورت یه شرط دیگه ای رو انجام میدن. ولی ایف اگر شرط برقرار شد فقط یه دستور رو انجام میدن، در غیر این صورت نداره. میگه که اگر نژاد در واقع سیاه بود بیا چیکار کن، بررسی کن اگر تعداد در واقع مجموع تعداد سیاهایی که در واقع در همسایگی اون هستن تقسیم بر مجموع تعداد کل افراد ترتل هایی که اونجا هستن در همسایگیش کمتر از نیم بود. یعنی میگه چی؟ میگه که اگر تعداد نسبت تعداد افرادی که در همسایه هستن به تعداد کل افرادی که در همسایگیش هستن کمتر از نیم بود، یعنی چی؟ ببینید یعنی خودش سیاهه، تعداد سیاهایی که اطرافش هستن نسبتش به کل افراد کمتر از نیم باشه، یعنی بیشتر سفید پوست باشن دور و بر همسایه هاشون. چیکار کنه؟ move to one of در واقع patches، یعنی میگه که حرکت کن به چی؟ یه پچ دیگه ای. درست شد؟ move to دستور پیش‌فرض نرم افزاره، وانا هم دستور پیش‌فرضه، پس هم که در واقع دستور پیش‌فرض هستش. پس در واقع حرکت کنه به یک محیط دیگه ای به صورت تصادفی. و در غیر این صورت خب یعنی چی؟ در غیر این صورت اینه که در واقع تعداد سیاه ها همسایه هاش همرنگ خودش در واقع زیاد هستن، بیشتر از 50% هستن. میگه که اگر مجموع تعداد سفیدهایی که اطراف خونه هاش هستن به نسبت تعداد افرادی که کل هستن کمتر از نیم بود، حرکت کنه به در واقع یک محیط دیگه ای. پس چی شد؟ این دستور رو ما استفاده کردیم برای کل عوامل. گفته که اگر سیاه بود که بیاد چیکار کنه؟ تعداد سیاه‌های اطراف خودش رو بشماره، به تعداد در واقع کل عوامل تقسیم کنه، کل همسایه‌هایی که دور و برش هستن. اگر کمتر از نیم بود چیکار کنه؟ سریعا حرکت کنه به یک خونه تصادفی در یک منطقه دیگه. خب در غیر این صورت منظورمون چیه؟ یعنی سیاه نباشه. یعنی چی باشه؟ سفید باشه. برای سفیدها هم همین دستور انجام بشه، یعنی بیاد تعداد سفیدهای دور و بر همسایه‌اش رو بشماره، تقسیم بر تعداد در واقع چیز کنه، تعداد در واقع مجموع همسایه های کل افراد اطرافش کنه. اگر کمتر از نیم بود یعنی اینکه سفیدها در منطقه قرار گرفته که همسایه‌هاش بیشتر مشکی هستند. بیاد پس حرکت کنه به یه منطقه دیگه ای و این هم پایان در واقع عملیاتی که باید انجام بشه. خب ما اینها رو مثلا میتونیم کپی کنیم. خب اینا رو ما کپی میکنیم، کنترل سی. ما بعد از اینکه دستور نویسیم رو انجام دادیم این رو هم ببندم. من حالا یه نت لوگوی جدید باز کنم، یک نت لوگوی در واقع جدید باز میکنم. خب بعد از اینکه دستورها رو داخل ورد نوشتید، یا حالا من چون در واقع
چشمم اذیت میشد داخل ورد نوشتم، وارد در واقع قسمت کد میشم، اینجا پیست میکنم کد هام رو. برای اینکه چک کنید کجای دستوراتون ارور داره میتونید در واقع از این چک دکمه چک اینجا استفاده کنید. اگر بزنید اگر اروری وجود داشت در واقع برای شما نمایش میده. خب ببینید مثلا میگه که من MPOP در واقع برای من در واقع ناشناخته هستش. خب لازم هستش که من برم براش اسلایدر بسازم. میام توی داخل در واقع اینجا، اونجا من باید کپیش رو انجام میدادم یه لحظه. خب ببینید اینجا NPOP انتخاب شده، کپی میکنم کنترل C، میام و داخل در واقع اینترفیسم باز کلیک میکنم، از قسمت در واقع اسلایدر رو انتخاب میکنم. در اینجا در واقع اون اسم ان خط تیره، حالا چون کمی مشکی هسته شما نمیبینید ولی ان خط تیره من تایپ میکنم POP. اینجا نوشته شد. خب حالا رنج تغییرات میتونه تعداد مختلفی باشه. خب من میتونم اینجا از در واقع 0 شروع کنم با گام های مثلا 100 تایی، چون تیم مشکی هست شما نمیبینید، و حد اکثر چقدر باشه؟ 1000 تا عامل من میخوام باشه. پیش‌فرضش چند تا باشه؟ پیش‌فرضش رو مثلا من تعداد مثلا 900 تا در نظر میگیرم. خب اوکی رو میزنم. خب حالا اگر این اسلایدر رو خواستید تغییرش بدید باید اول سلکتش بزنید و این رو در واقع تغییرش بدید و جاش رو مشخص کنید و در واقع پس از اینکه جاش رو مشخص کردید دیسلکت رو انتخاب کنید که دیگه جابجا نشه. باز در واقع اگر ما چک رو انتخاب کنیم میبینیم که هیچ اروری برای ما ظاهر نشد و دستور ما در واقع انجام شد. یعنی در واقع هیچ اروری در مورد نرم افزار نداریم. حالا بعد از اون نوبت به این میرسه که ما دکمه های گو و ستاپ رو بسازیم. خب من باتم رو انتخاب میکنم. در اینجا خب کلمه ستاپ رو مینویسم، ستاپ. این مشکی هستش شما نمیبینید ستاپ رو که من نوشتم. و کلید اوکی رو میزنم. خب دکمه ستاپ در واقع ساخته شد. اگر در واقع اروری وجود داشته باشه این در واقع فونت رنگ نوشته شده در این دکمه به رنگ قرمز در میاد، ولی چون که حالا ما هیچ اروری نداشتیم به رنگ مشکی در اومده. خب دوباره این رو من جایگاهش رو تغییر میدم، جای مثلا تنظیماتش رو انجام میدم و دیسلکت رو انجام میدم. خب ما میخوام یه دکمه ای رو هم بسازیم که شبیه سازیمون رو انجام بده. خب من اینجا دوباره باتم رو انتخاب کردم، گو رو می‌نویسم. خب گو و اینجا اسم دکمه رو می‌نویسم گو وانس. بیشتر شبیه سازی هایی که ما انجام میدیم هم گو وانس داره و هم گو وانس. مثلا اسم دلخواه من نوشتم اینجا. خب این تیک رو اگر نزنید یک بار انجام میشه. خب من حالا این رو من گو وانس رو اینجا نوشتم و این رو میارمش اینجا. حواستون باشه من توی گو وانس اینجا فقط کلمه گو رو نوشتم. خب اگر انتخابش کنم ببینید کلمه گو رو فقط نوشتم. نه اینجا گو وانس بنویسید و حواستون باشه گو وانس فقط اسم در واقع قابل نمایش رو من گو وانس نوشتم و اینجا این تیک رو انتخاب نکردم. توی ستاپ هم لازم نیست این تیک رو انتخاب کنید، فقط توی حالت
دکمه بعدی که میسازم رو باید شما این تیک رو بزنید. یک دکمه هم برای شبیه سازی مکرر انتخاب می نویسم، در واقع انتخاب می کنم. باتم، اینجا دوباره می نویسم گو و این دکمه رو می زنم، این تیک رو وارد می کنم و کلمه گو رو اینجا می نویسم و اوکی رو فشار میدم. ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید این اینجا علامت چی داره؟ رفت و برگشت داره، یعنی چندین بار اتفاق میفته، یعنی شبیه سازیمون یک بار نیست. این شبیه سازی یک بار اتفاق میفته ولی این شبیه سازی مکرر هستش. خب من این دکمه ستاپ رو اگر بزنم، ببینید مانیتور من کوچیک شد، بر اندازه 20x20 شد و عامل ها پرپخش شدن. اگر گو وانس رو بزنم، ببینید تغییر لحظه‌ای رو برای من در هر مرحله نشون میده و فکر کنم دیگه تموم شد. آره، اما اگر بخوام که خودش دائما تغییر کنه و خودش به حالت ایدئال برسه، شبیه سازی پشت سر هم اتفاق بیفته، کلمه رو گو رو بزنم، این سه مرحله که مثلا قبلا اتفاق افتاد همزمان در واقع پویاییش اتفاق افتاد و شما در واقع لازم نبود که هی دائما گو رو بزنید، گو وانس رو بزنید. این هم از طریقه ساخت در واقع مدل توزیع جمعیت بر اساس رنگ سفید و سیاه که سفید پوست ها و سیاه پوست ها یکی از مدل های ابتدایی در مورد مدل های ایجنت پیس بود. خب این ساده ترین مدلی بود که تقریبا ما مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه در واقع در آموزش های بعدی من دو مدل دیگه رو هم مورد بررسی قرار میدیم. پس از اون در واقع مدل های اقتصادی رو هم براتون شرح خواهم داد. من فکر نمی کردم در واقع توضیح این مطالب اینقدر در واقع زمان بر باشه. فکر می‌کردم که این جلسه من بتونم 3 تا مدل در واقع مربوط به شکرخوار، توزیع جمعیت بر اساس رنگ سفید و سیاه پوست و سفید پوست و حتی شبیه سازی در واقع گرگ ها و گوسفند ها رو هم بتونستم براتون بگم. حالا اون مدل ها رو اگر یاد بگیرید، خب بیس بقیه مدل ها هستن، تقریبا میشه در واقع بقیه مدل ها رو هم با استفاده از اونها گسترششون داد.